امروز یک گروه ظالم، گروه غاصب در این مکان مسلط شدن. این مکان پاک، این مکانی که سلیمان علیه السلام بانی این مسجد بوده، این مکانی که الله متعال این شرافت و مکانت دادن. من دماء الشهداء والشعب ما أقواه شعب. عزیزان محترم، قضیه بسیار مهمی که مربوط به جهان اسلام هست، مربوط به اعتقاد و مقدسات مسلمین هست. مسئله قدس عزیزان، جریان قدس یا به اصطلاح مسجد الاقصی هست. اون مسجدی که الله متعال ذکر اون مسجد در قرآن کریم در سفر مبارک اسراء و معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردند و الله متعال بعد از بیان این که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مسجد الحرام به مسجد اقصی بردن، میفرماند که مسجدی که بارکنا حوله، ما برکت داده بودیم حول اون مسجد را، مهد انبیاء علیهم السلام بوده. بیت المقدس یا مسجد الاقصی مکانی هست که الله متعال اون مکان رو برکت داده. به بعثت انبیاء علیهم السلام سرزمین مهد انبیاء بوده، از ابراهیم خلیل علیه السلام گرفته، بعدا انبیاء بنی اسرائیل تا به زمان عیسی علیه السلام تمام پیامبران میبینین در سرزمین شام هستند، سرزمین قدس هستند و اطراف فلسطین یا اون شهرهایی که امروز به نامهای دیگر نامگذاری شدند. پس قضیه فلسطین یا قدس یا مسجد الاقصی مربوط به مردم فلسطین نمیشه عزیزان. این مسئله هست که مربوط به کل جهان اسلام هست. چرا؟ قبله اول مسلمین هست. دومین مسجدی که روی زمین بنا نهاده شده. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم در تفسیر آیه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه میفرماند که اولین مسجد مسجد الحرام هست، بعد مسجد الاقصی. ابوذر سوال میکنه یا رسول الله کم بینهما، ما بین این دو مسجد فاصله زمانی چقدر هست؟ قال 40 سال. یعنی مسجدی هست که الله متعال اون مسجد رو در قرآن کریم شرافتش و مکانتش رو ذکر کردن و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم روایتی که علما اون روایت رو بعضی تصحیح کردن بعضی تحسین کردن که یک نماز در مسجد الحرام 100,000 نماز هست، یک نماز در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم 1000 نماز هست و یک روایت هست که نماز در مسجد الاقصی نصف نماز در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. یک روایتی 250 اومده. در حال این شرافت مسجد الاقصی هست و قدس شریف. پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها مکانهایی که اجازه شد رحال دادن، یعنی مسلمان میتونه به قصد عبادت به قصد زیارت سفر بکنه، غیر از این سه مسجد ما اجازه شد رحال نداریم. قصد سفر به قصد عبادت و زیارت فقط سه مسجد روی زمین. دوتا حرم هستن، یکی حرم نیست. حرمین شریفین مسجد الحرام مکه معظمه و مدینه منوره. مسجد الاقصی قدس حرم نیست، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم این فضیلت رو بیان کردن که سفر کردن به قصد عبادت به قصد زیارت اون مسجد مستحب هست. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. این عقیده اهل سنت هست. به قصد عبادت به قصد زیارت فقط 3 مکان اجازه سفر داریم ما. یک مسجد الحرام در مکه معظمه، 2 مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره، 3 مسجد الاقصی قدس شریف یا فلسطین امروزی. امروز یک گروه ظالم، گروه غاصب بر این مکان مسلط شدن. این مکان پاک، این مکانی که سلیمان علیه السلام بانی این مسجد بوده، این مکانی که الله متعال این شرافت و مکانت دادن. امروز صهیونیسم با حامیانش و همچنین مشرکین در کنارش، چون بدترین دشمنان اسلام 2 قشرن، دشمنان مسلمین. بدترین دشمنان اسلام و مسلمین یهود هستند، بعد از اون مشرکین. و میبینید جنایتی که مشرکین در جامعه اسلامی مرتکب شدن در همین حال حاضر بی سابقه هست.
این همه خونه هایی که میبینیم ریخته شد در سرزمین شام، در سرزمین عراق، توسط که بود؟ روس کمونیست و همچنین همکارانش. این جنایت صورت گرفت و امروز مسلط شدن بر بیت المقدس که میخوان بیت المقدس رو پایتخت اسرائیل اعلام بدارند. اما اگرچه ما توانی نداریم که مقابله بکنیم، اما میتونیم دعا بکنیم که الله بار الها قدس شریف رو از دست ظالمین آزاد بکن و قبل از مرگ نمازی رو نصیب ما بگردان در قدس شریف، در مسجد الاقصی. این دعا رو میتونیم بکنیم، این خاصه رو میتونیم از الله تعالی داشته باشیم. اگر توانی نداریم که الحمدلله کل مسلمین جهان، همه مسلمانان در دنیا اعلام انزجار داشتن از رئیس جمهور آمریکا با این توطئه‌ای که کردن در علیه، فتنه‌ای که بلند کردن دوباره برای مسلمانان در فلسطین و در قدس شریف. و حتی حکومت‌های ممالک اسلامی اعلام داشتن انزجارشون و برائتشون از این انسان ظالم و انسانی که میخواد به زور یک قشر ظالم و غاصبی رو بر مسلمانان مسلط بکنه. ما امیدواریم از الله متعال که الله تعالی شر این ظالمین رو از جهان اسلام، از سر مردم مظلوم فلسطین، از سر مظلوم شام، از سر مظلوم عراق، الله متعال دستشان را کوتاه بکند و الله متعال آزادی رو، پیروزی رو الله متعال شامل حال مسلمین و جهان اسلام بگرداند.